غیر از انبار گوزه که هیچی نیست. با چه کار شد؟ با چی خبره؟ چی گفته؟ چی گفته؟ حالی نمیگم من میگه هی بگو چی گفته؟ بابا زن ناجوره بابا. خب حالی من چه کار کنم؟ بابا شما چه کار کنی؟ بابا جی شما 1-2 هزار کمتر بیشتر داری بدین که من ببرم به دکتر بابا نشون دو. همیشه بابا کوخه نمیزنه که گردانم بابا بگی بی تبرکولیس شده بابا. سایکو بابا او خورمه سازه او مادر پیار خو یاد کرده مادر پرسته مادر خود یاد کرده اگه میدینی تو امال زن بری بگو که تو میبرم سرا مادر اگه این نالش دیگه شنویدی هرچی مستی بگو نخواهد بابا. اگه میگینی میگی با پیار تو دروغ میگه تو امال برای شیطان زنگ زی سایکو بلبل بری تو صدا بگو میبرم تو به سرا مادر تو اگه بلبل بری خودی تو گب نزد هرچی مستی بگو دعوا کنی بابا سه کنون چی میگه؟ آره تو زنگ زی خوبه دعوا کنی بابا. بابا میتونی اگر زنم من امیت به جا پته بشه و نونم نمیخوره بابا جوشه شده خرج و خوراک بفتاده بابا. علی بخشی الو کجکی میشنوی کجکی آنی بیامدم پیش بابا خوبه بابا خوب گفتم بابا اگه فیلمی داریم با من بدین کمی زن خوب برم به دکتر ناجوره بابا میگم من یک گریفیه ندارم میگم می بیام تور بردارم ببرم به خونی پیار تو مادر تینا تور ببرم به دکتر چی میگی کجکی یار اگه کار بکنی خوب میشه بخی بیا بار بخور تمام مردم دیگه کنه میتونم چیشته بخی یعنی کجکی اگه تور ببرم سر پیار تو میری اونا تور ببرم به دکتر با ایشتا نمیدم از اینکه ناجور باشم تو همون آمر میبرم نشون بدم دیگه بخی حرکت بیا خوبه کجکی خوبه میام تور میبرم به سر پیار تو با مادر خوب بگو مر ببریم مادر به دکتر خوبه خوبه خیر بینی بیا خیر بینی نگی با ایتا نگی که عبا شوم پیل نداشتم من به دکتر ببره بیاوردم مر پیر مادر ما ببرم به دکتر خوبه نه دیگه نه های دیگه های تو حالا ما گفته بزنم دیگه تو بیا او خوبه هنه میام خداحافظ خدا بدیدی من این ریش سفید نکردم به بیاغلی آخه من که میفهمم شما بچه ها نمیفهمین راست میگیم بابا بدیدی که گپم راست شد بابا پیر مادر خوید کنه این حد دروغ میگفتم آخه شما بچه این نمیفهمین ما بابا باشه که ای ببرم ما خودی عدی گپ زنم این من میگم که این چری نون نمیخوره این نگه پیر مادر خو برارا خو یاد کرده خب بابا که اکنی عدی بپرسه تو اون روز بخونی پیر خو بدی یک هفته نمیشه با عمالی با پیر مادر یاد کردی خود خواهد دروغ به من به نجوری میگری همه مگر تو یک تکسی تلفنی بگیری به در سرا تو ایستاده باشه که ایرایی ببره به سرا مادریو برو بابا برو میگم بابا ما رفتم خودی عدی گپ میتونه شما سوا بکنید اصاب مر خراب کردی خودی از این زن خونه داری خودی از این زنده اول خود با ما مغز سر نقدشتیم 24 ساعت ما شما جنجال زن دارین که زن من ناجوره ای بابا چی بگه آدم اگه ما شانس و طالبی داشتیم که جیزان اشتنی هیچی لالا رمزون بمی چردی برام میگم اشتنی میگی چی لالا رمزون بمی چردی برا خیلیات تو چه کاره کجی ای پریشونی ها ای رنجی ها ای خونه ها کی ماه کم میشه دیگه آخه اشتر انجا خونه وای بشیدی دقیقه منجی به سر رو ها دیگه از اینجی بیتر بشی که جیزان از این سایه بیتر سر رو نیمه رای نداره هر جا سایه بود بشی سر روی که نداره راست میگه بگو بشینی چه کار بکنه چی ما بگو لالا رمزون چی بگو همون که لالا رمزون مردم قدیم میگفتن زن نداری غم نداری همون راست بوده گردنم من از زمانی که من زن نکردم اگه یک روز خوش دیده باشم دوستاشم دوا و دکتر و رنج و خونه و پریشونی راستی که جین مادر دیرو مثل که به سرا شما آماده بود شب میگفتک همین زن که جیر بیچاره بیخی مثل در زمان ده اگه یک وقت پیار 10 وقت دیگه ناتوره
بیخی اشتنه که جیر روز تو زن که دام به خوش نزدی سال با 12 زن تو ناجوره این در زمان دی که تو بیشتونده بدی یک شفاخونه هم به خوب آمی که دیگه حداقل هم زن تو رسیدگی میشد بزوی اینا لالا رمضانیه گفتن نه مردم قدیم راست میگفتن نه همه فیلمه زن مکن پیر مادر خو یاد نمیکنه خود خو به نجوری میزنه که وقتی قراری کرده برو بخونی پیر مادر خو اون مگانی ما بردارم ببرم حالا کم ناجور شده این دیگه برفتم پیش پیر خو تون بابا پول میدی بدی کمی زن خو ما ببرو به دکتر گفتن تو زن خو گنداموخ بره و دی او از دروغ میکنه او کاری او پیر مادر خو یاد کرده او ماه برو سر پیر خو و عادینی آنی بگی تو قبضی خود زن جدو به پیر به زن خو گفتم میری من پول ندارم تو رو به دکتر ببرم می تو رو ببرم به سر پیر تو مادر تو اینا تو رو ببرم به دکتر یک دفعه من جلو دو پیر من بدید که آها بیا من ببرم پیر من گفت بدیدی که به تو دروغ نگفتم این پیر مادر خو یاد کرده یا دروغ میکنه این ناجور نیه البته که زن خو به سر پیار نمیگذاره که خاله بره نه من لارا رمضان هفته که 7 شب 2 شب این جوگاه 4 شب دیگه بخونیم و پا یک کار که تو منجگاه خونه به خسور خوب بگو بابا بده حداقل من جیباشم زن من ناجور نباشه این تا بگو شما دکترنه بگو هم پیاره هم مادر دکترنه بیا از این نورالله خسور تو بفهمیدی پاپا گپ که میشه عدد تا دکتر بدتره من خسور خورم بگریستون گفتون کاکا خسور امی دختره خود نصیحت کن گفتون ای که هم شما یاد میکنه میگه خود خوب نجوری میزنه ای که نکنیم بگیم حداقل به ماه یک دفعه برو بس داریم چجی؟ ای تا زنکا که ای تا کارا نمیکنه ما خو هرچی نکنی تجربه ما از تو بیشتره ای تا زنکا که ای تا کارا بکنه زندگی هم خودی از اینا نمیشه او 24 ساعت به فکر امینه که فقط کجا خونه مادرمه تو شورون از او به خونه مادرنه تو اصلا به خونه تو سر تا نمیاره تو طریق خودت تو کار میکنه که سال با 12 هم اگر رو به خونه مادر همون که میگه بفتدی تو اوگار شدی نه مو حال منو اصلا کسی از تو بپرسه تو خود خروش کرده نمیتونی تو زن ما چیکار کنه کجیر یک چیزی از تو پرسان کنم گردن تو بند باشه تا راست خود رگی عزت و احترام به پیش زن خوده ریت سیاست که کلمی گپ مثلا سیاست کنی و طرفی و مثلا تا دست پای بلرزه شه مثلا شما سر زن خود سیاست کنید دست پای بلرزه میشه اوه چرا میشه نه من جلال رو به جاری به تا سر شما بذاره او گاهی وقتا اتفاق سر میکنه که یا تو بیچاری به تا سر میزنی یا الان تو فرق میکنه من معلوم نیه دیگه ببینید هرچی روزگار بیده رو پیش میده هم نداری بوز بخر اگه بوز نه به مرغ بخر که جیر امال بر از زن که به خود زنبر غم پیدا که کردن و بند باشه نیه از امون زن کردن تو کرده تو میرفتی یک دزل تمام کونی میشتی بمون به سرکلی و مصرف میگه خیلی بیترتر بود از زن تو کرده زن کور به خونه پیار نبردی و شفاخونگی شده هرگیز بود تو زن نباشه سلام علیکم اگه خود ریشتنی خیلی دو ماجه خوبه جور اول خوبه خیلیاته تو جوره شکر دنده باشه دیگه خوبه سلام نداری دیگه خود دو ماجه کمارا از این طرف ما که 24 ساعت هم این دیگاهیم ما که رفته آمده در در و من کنشا پا ما خود که زخمخانه شده ای میریم با میریم میاییم غیر رفته آمده ما دیگه کاری نداریم مردم قدیم بگفتم رفت آمده شما که هر دم بیاییم خوب کار میکنید خونه شما چی فرق میکنه مثلا اگر شما میگی که شما بکنده و چکار شده کاش که شما هر روز بیاییم میگی از ما خبر بگیرید یعنی دختر شما هر روز به یک خونه میه یعنی کاکا خسور من نمیفهم خودی می دختر شما چکار کنید همین 24 ساعت که مادر خو یا شما یا فلارا خو یاد نکرد این خود خو به نجوری زد که من این دارم بیارم با خونه شما یعنی به می رقم هم بشده شما کاکا خسوری می دختره خورانه دختر شما رو دیشته بیاودم به سرا شد گفتم کاکا خسور من گفتن سر دنیای اوگری میکنم گفتم باشه من میرم پیش اینا برای اینا دیشته یعنی گپ بزنم کار کنم حالا که اون دختر شما بیاوردم همین نصیحت کنیم بگیم هر دم هر سر نه رو نیو بس تکم خونه خود اگه ما یاد میکنی زنگ خود ما به
تلفن رفتم دیگه ای آمادن چی داره هنوز بچه ای زن که هست خرج مصرف زیاده دکتری داره لباس مایه میمونی مایه مگر یوری باری بار بگوری این تخونه میشه که زن بندی سیاسی باشه و دوری کنی بان زندان میشه باشه که دل به سر یاره زندان من یک هفته میشه می دختر شما خونی شما برده آنی من نمیگو شما برده اگر دختر مثال بام 12 و بیایم خدمتگاری خدمتگاری نیزو یک وقت یاره خود خونه زندگی داره مگر به سر خونه زندگی رو باشه میگه این دو شور بخونی پیار رو باشه 4 شور بخونی شو خوب است برو دو ماه دخور بگردم انزد سنگ سفال بتا کلتو نخورده عقلتو نمیکشه کلت هم بوی قورمه میده برو خیر چی کاکا خورسا؟ بخورده به سر ما بخورده 30 ساله به خونه دارم میتونه که پای کتو نمیزنی اصلا به کله ما جا نمیگیره زن بس رفت داری بابا 100 دم به یک دم سه کنید که من به شما چی میگم همین که دختر شما بخونه شما باشه تا زمانی که دل به سر آمد دل که سه پور از میمونی چون سه پیار و سه مادر باشد تو وقت میام برادیم دگالی من نمیگم من به شما بخونم بگو ما بیداریم یک روز برید اون دیبای همشو بیایی این دیبای همشو برید اون همشو بیایی این به بیزار مجه به چیش گیرونی نداره فرقی با من نمیکنه 100 سال هم کمی باشه اولاد منه مور جمع میکنم باشه که خوب دلی به تربیه خوب دلی که خوب دلی نمیتونی زن جمع کرده عرض جواب که بگو نمیتونم خرج داده نمیتونم دکتر داری اور کرده نمیتونم که من خرج دختر خورم بودم دکتر داری دختر خورم بکنم خب بینیه یه مدی به من اینجا تو چی میگی دختر شما هر روز بغر میشه دختر دیگه خونی پیار نمیآید دیگه بیام اینجا مثلا دختر شما بیا آوردم به خونه شما اینجا شما برای اینو جمع کنید جمع میکنم برام چی پس میکنم خب بگو شما دیشتمون بیا آوردم به سرا شما حالا برار تو کجایی خسر منیرالله تا باغچه ایداری میکنه با پیش از هم میرم کار دارم چی کار دارم این که نمیشه گیلن مگر دختر خود نیرولا بفهمونه به این حالت نمیشه که او اردمر صد پیار قیاد کنه مدر قیاد کنه با می جگاه خود به نجوری بدنه که من او دارم بیارم عموق داره که او بخونه خود خونی یک عموق داره بخونه پیار خونی با ویلا لیلی دوست دارم خیلی تو لیلی و من مجنون تو عاشقی من دل مبادا روزی مال کسی باشی با ویلا لیلی دوست دارم خیلی با ویلا لیلی چجیر ترمایم خیلی با ویلا لیلی حیف دختر نیلولا به تو با ویلا لیلی یعنی گیلک تو خیلی سر دل داری دل میخون چک چک میکنه دست دیزن تو اینجا به تگوش مخوندن نکنی با بیلا لیلی تو خیلی سر دل داری تو اصلا وقت داری من کار نداری که ما برم نداری ما برم به من که خسر خوب بگم بابا همی دختر تو کمال وردشتون بیاوردم همیت باشه بسکه سر مدر سر پیار سر برار سر خوار شد میام بلده بر میدارم مول میبرم که من هر روز نمیتونم برم بیام سر کاکا ولی سر تو هم باشه ما وردار ندارم گیلن این که همه آدم شما یاد نمیکنه نه یک چیزی شیلن به تو میگم اتفاقا شه خوب همی دختر برار من نیلیلا اصلا به میفوز که تو میخود رستیو هم میتهم قطع تو نکن منطب او مقبول تریه تو یک جو گندم فرق داری از او مثلا مثل جو که جو گندم هم که مثل گندم هست تو فرق داری او جایله او طفله او مگرم هر روز بیاری بخونی پیاری بیاری کاکا خور ببینه جمال مبارک مر ببینه مریاد میکنه که کاکا منه ما کاکا اینا ما که اون ما به بسکوت کلون کردم اون کسک دادم بزی بسکوت دادم بزی لباشک دادم پی فکر نمیکی اخسده بزی دادم تا او کته شده که تا تو ریزی شده بستانه اگه نمرتکه باور کمیه اگه به 30,000 سال مال مرغا مرده تور نمیستونه تور میستونه نه من نمیگم تو بگو گیلا تور میستونه و نه این که دختر مرتکه سیل نیاره دستی رو نمیگیری تو زنده مگره میده مجرد بشینی کسی مرغ مرده که به تو اعتبار نمیبینه دختر که اعتبار میبینه بده مغز سر تو خرابه مغز سر کجکی خرابه که تو رو مایه دان منه که مایه عبا من مردم کوچه اون که من نماسته باشه چریگی لگه پا بیاغلی میزنی
کاکا همون زنده نمیبیدی دل دلبند تو را همیجی که پاک ننداختم به روی همونه که به توی چی نگفتم فس لاف کنه همال تو مرتکب خیرات دومی رو نمیده گردن من دیره رفتم تو بقشتم نه گردن تو بند تو را بدادم و ببردم این لیوستر مشون استاد تو برو چارتا میش خیلمو که به جلو خوبه چنم تو اینجا گرای من ببردم خیرات که براتون اوستر ببردم مشت لنگوری بیا ولم پشباقی برای اینج کردن سویزی گفتن گوشتا خلاص شدن وای 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 تو دیگه من از این دور دنیا خودی خود چی ببینی من نمیگم تو بگو با هر جا رفتی طور ببرم وای 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 کشکی دار کجا میروی شم ماه تار کجا میروی در شب تاریک به سراغ تو از دیدن یار کجا میروی برو سر کوچه خوندن نکو شغال بیای بر کمر بخوره که من بی کاکاشم شغال از تو بخوره 6 ماه مریض میشه